واقعیتش اینه که من هرچی سن بالاتر باشه کمتر احترام بهش میذارم، چون میگم که اصلا تو دیگه مهم نیستی، چون تو خواهرتو نمیخوای بکنی، بقیه دخترها رو میخوای بکنی. خب خواهرت با همه دخترها دیگه فرق داره. آقا ما تو دانشگاه بودیم، بعد استادمون از این استادای مثلا برگشت به همه بچه‌ها، برگشت گفتش که شما با یه جایی مخالف موافقی که تو جامعه اتفاق بیفته؟ بیشتر بچه‌ها، خودم هم گفتم آره، چه ضرری به من میخواد برسونه. بعد این مثال رو گوش بده، مثال یعنی اصلا از این در پیتر وجود نداره. برگشته میگه که اگه شما با دوستاتون اکیپی دارید دستید بیرون، بعد یه دختره رو میبینی، چی بهش میگی؟ مثلا من بهش گفتم میگم جون مثلا این مدلی بود، بعد گفتش آفرین، بعد برمیگره میبینی خواهرته، اون موقع میگی جون. بعد من مغزم سود کشید، گفتم این چه اصرار چرت و پرتیه. من مثلا رانندگی دارم میکنم، یکی این جوابی بود که من بهش دادم، گفتم الان مثلا یکی من رانندگی میکنه میشه جلوم، میگم هوی ببینم بابامه، دیگه نمیگم هوی، که اون احترامت فرق میکنه داستانش با اون که بخوای چیز کنی. این بود داستان. بعد برگشت گفتش که آره احترام با هم فرق میکنه، احترام فرق نمیکنه و وقتی به یکی احترام میذاری برو به یکی دیگه احترام بذاری. موضوع این بودش. حالا خواستم نظر تو رو بدونم. میدونی مثلا مثالی که تو زدی، مگه یه نفر بپیچه جلوم بگم هوی برم ببینم خالمه، بهش نمیگم هوی، ولی تو دلم میگم هوی، فقط به اون نمیگم هوی. مثلا این فوشه هنوز اونجاست، اون فقط نمیشنوه. یعنی تو هنوز داری به بابات هم احترام نمیذاری. ولی خب آره دقیقاً اون کار اشتباهی کرده، ولی من تو رفتاری که میکنم اون احترامه رو بیشتر میکنم. اینه داستان. این یعنی به نظر تو نباید اتفاق بیفته؟ چرا دیگه؟ تو بابات بگی مثل گاو رانندگی میکنی، اون که آدم نمیشه، فقط از تو ناراحت میشه. من یه اتفاق واقعا واسه من دفعه افتاد، یه ماشین جلوم بود، بعد میپیچید راست، بعد نمیپیچید و هیچی ماشین اون نبود. یه ماشین میاد مثلا به جون مادرم میاد، مثلا 15 ثانیه طول میکشه تا برسه به ما. اینو میدید وای میستاد. گفتم وا مادر تو مگه میشه آدم انقدر دیوانه باشه؟ بعد این ماشین من رفت یه خورده رفت جلو، بعد دوباره یه دو چراغ ته اومد دوباره زد رو ترمز. بعد من دیگه ببین گفتم من میخوام برم به این آدم بگم که تو چطوری داری انقدر احمقانه تصمیم میگیری؟ چطوری میشه که تو یه چیزی رو میبینی شک میکنی، بعد 15 ثانیه وای میسته بهت برسه، بعد دفعه دوم دوباره همین کارو میکنی. دفعه اول نمیفهمیدی قبول، ولی خب مگه ندیدی 15 ثانیه وایسادی؟ چند ثانیه تو فکر می‌کنی ماشین بپیچه؟ دیگه توپ پر بودم آقا، این ماشین پیچید، من پیچیدم بغلش که بیارم اینجوری بگم ما رسیدم بهش، دیدم خالم اینجوری کردم ولی میخواستم اون لحظه چپش کنم. بعد خیلی ناراحت شدم اون موقع که گفتم که پس ما تو خیابون دعوا میکنیم با مردم و داد بیداد میکنیم، همین خاله های خودمونن، پس الکی دعوا میکنم. چون من اگه به خالم هر چی میگفتم هم میگفت نه باید آدم باید مطمئن باشه. چرا من اگه 15 ثانیه فقط میتونم وایستم و 100% بدونم خیالم راحت وای نستم، 15 ثانیه چیزی نیست. میدونم خاله من هر چی بهش بگم میگه نه تو گاوی، من درست دارم انجام میدم. و من از اون روز دیگه به هیچ چی قور نزدم. یعنی در واقع من دارم هنوز دیگه اتفاقی میفته دقیقاً، یعنی نمیدونم با کدومتون هم موافقت میکنم. اگه تا روزی که به بابات نپیچیدی جلوش فوش ندادی، میتونی به مردم فوش بدی، چون میگی که من دارم درست میکنم و به این گفتم بد رانندگی کردی، تندتر برو، درست بپیچ، حتما به حرف من گوش میده. ولی اون روز که میخوای یهو شانسی همین اتفاق واسه من میفته، یکی رو میخوای جر بدی، میبینی آشناس و میدونی که اگه به این بگی چی جواب به تو میده، اون روزی که دیگه تو به هیچ کی نباید قور بزنی یا باید به همه احترام بذاری، چون میگی اوکی دلیل عصبانیت و قور من اینه که من میخوام به یه نفر اشتباهش رو بفهمونم. من الان بهم ثابت شد که این نمیتونه اشتباه رو بفهمه، پس من چی رو دارم به کی میفهمونم؟ پس به هیچ دیگه قور نمیزنم. من اینجوری این موضوع رو نگاه کردم تو زندگی خودم. خب یعنی تو موافقی با این موضوع؟ تو مثلا الان مثلا تو یه مهمونیه، یکی مثلا دکتر خفن، خب یکی مثلا حالا یکم پایین‌تر، حالا از نظر هر چی، تو 100% به اونی که دکتر فلانه مثلا میگن فلان بیشتر حرف میزنی، بیشتر اون نوع صحبت کردن خیلی محترمانه تر و درستابی تره تا اون یکی. نه مال من میره رو بیس که کیو چند وقته میشناسم. اگه دکتره رو 10 بار دیده باشم یا آقای جدید اومده باشه آرایشگر باشه دفعه اولم باشه، با آرایشگر مؤدب‌تر حرف میزنم تا دکتره. پس کسی از بیرون ببینه میگه داره به آرایشگر بیشتر احترام میذاره. ولی اگه جفتشون رو در روز اول دیده باشم بعد بگن این دکتره این آرایشگر،
با جفتشون یه جور حرف میزنم، ولی اگه دکتره بگه آب قبل غذا خوب نیست بهش بیشتر فکر میکنم تا اگه آرایشگره بگه آب قبل غذا خوب نیست. میدونی احترام بیشتری واسه کسی نمیذارم، چون احترامو که تو همیشه نباید بذاری. احترام اینجوریه که یکی میاد احترام اینو بگی تو احترام وقتی میگی با یکی صحبت میکنی جوری که داری با طرف صحبت میکنی احترامته. من اینجوری که مثلا به اون یارو که مثلا آرایشگر میگم وا سب کن بلا بعد میگم سلام خوب هستین شما خسته نباشین مرسی که اومدین، اینجوری که حرف نمیزنم. یا جو مرسی خوب اومدین خسته نباشینه، یا جو کومبالاه. اگه کومبالاه من با همه دارم میگم پاشو برقصیم دادا، دکترا میگن پاشو کنه مثلا دیگه کاری ندارم که این دکتر خواهش میکنم بفرمایین زمین رقص ما رو زیباتر بفرمایین. زره اینجوری که نمیدونم یا دارم به جفتشون زره اونجوری میذارم یا اینوری دیگه کی چی کار است واسه من اهمیتی نداره، حتی سنم واسه من اهمیتی نداره. و واقعیتش اینه که من هرچی سن بالاتر باشه کمتر احترام بهش میذارم، چون میگم که اصلا تو دیگه مهم نیستی، میگم اصلا تو دنیا تو اهمیتی نداری، تو دیگه کاملا NPC هستی. الان میدونی جووناست که دنیا رو میچرخونن، چی تصمیم میگیرن چی بشه و همه چی دست جووناست. پیرمرد و پیرمردا یعنی تو هم پس چیز کردی الان با بیشتر با حرف استادم موافق بود. استاد میگه باید به همه یکی باشیم، من آره با استاد موافقم، ولی مثالش چرت و پرته. به دخترت خواهرت بشه نه، باید بشه یه دختری که میشناختی، چون تو خواهرتو نمیخوای بکنی بقیه دخترها رو میخوای بکنی. خواهرت با همه دخترها دیگه فرق دارن. واسه بعد مثلا میگه اون دختره که میشناسی همسایتونه زید پلیتونه که باش رو درباسی داشتی آیا به اونم میگی جون؟ اون وقت مثالش منطقیه. ولی خواهرت باشه بی ربط کرد مثالو، چون تو میگی آقا یعنی چی من به خاطر میخوام دختر رو ترتیبشو بدم بهش میگم جون و معلومه نه من باشه نمیخوام بهش بگم جون. آره درست گفتی، اون مثالش درست نبود. وقتی بذاره به طرف همسایت که باش رو درباسی داری یا دوست صمیمی مثلا دختر خالت، بعد اون موقع راجعش فکر می‌کنیم. از اون برم چیز کردی دیگه، الان همون خاطره رو تعریف کردی، حتی منو تعریف کردی، مثلا به خالت که چیز کردی از یه طرف اینوری میشه. خب نه گفتم دیگه من جلوی خالم فیلم بازی کردم بهش احترام نذاشتم. که احترام یعنی این که تو واقعا نخوای به خالت قور بزنی. من میدونستم قورم بی هیچ سودی نخواهد داشت و دلم هم نمیخواست خالم رو ناراحت کنم، یعنی حتی اگرم سود داشت بازم بهش نمیگفتم، چون میگفتم ناراحت میشه از دهن من بشنوه که چرا این دیوانه رانندگی میکنی. پس من چون نمیخوام خالم رو ناراحت کنم و چون نمیخوام میدونم هیچ سودی نداره نمیگم. ولی اگه میدونستم خالم ناراحت نمیشه و امکان داره یاد بگیره میذارم چرا اینجوری رانندگی میکنی، مثلا آدم رانندگی کن دیگه. مثلا من با دایم رابطه‌ام اینجوریه، با خالم خیلی راحتیم. اگه اون روز دایم بود بهش اینجوری میگفتم. واسه همین میگم تو هم اگه ببینی مثلا باباته تو فکرت هنوز به بابات میخوای فوش بدی، تو بیرون فوش نمیدی، یعنی تو با چیز دهن تو سرویس میری جلو، بعد که میبینی باباته پس تو تصمیم تو روی نمیگیری که اگه بابام راننده بود پس بابای من بهترین راننده است من بهش قور نمیزنم. نه، تو بهش قور نمیزنی، هنوز قور تو کاملا ولیده. قوری که تو قبل از اینکه ببینی صورت باباتو کاملا اینه که درسته که راننده این ماشین مثل گاو داره رانندگی میکنه، یکی باید بهش بگی که آدم بشه. بعد تو میرسی میبینی باباته، میگی من نمیخوام به بابام بگم گاو و من کسی هم که بهت دارم میگم گاو دیگه نمیگی. ولی اون لحظه قشنگ میتونی ببینی که یه نفر تو خیابون 2 روز پیش به بابات گفته باشه گاو، برای دیگه عجیب نیست، میگی حق داشته دیگه. من امروز خودم میخواستم بهش بگم ولی تو میگی کار از بیس اشتباهه، ولی اون رفتاری که نشون میدی فقط یک کم چیز داره نرمال. آره من احترام از تو میاد. تو وقتی مثلا میگم بابات خوابه تو ساکتی چون نمیخوای بیدارش کنی، این احترامه. وقتی منم میام خونه تو همون کارو میکنی، یا خاله خوابه ولازم من داد بزنم، میتونم آروم حرف بزنم، نمیگم حالا پچ پچ میکنی ولی میتونی با یه خورده آرومتر صحبت کنی. پس تو احترامه رو یه چیزی که از تو میذاری، نمیگی که فلانم دهن بابام کاش بابام گوشاش کر بود میتونم داد بزنم، نمیگی که کاش این مرتی اینجا نخوابید بود من راحت بودم. نه اوکی با همه چی. تو اون لحظه دهن خودتو میبندی توی اون ماشین که به بابات قور نمیزنی، چون میگی الان قور بزنم بعد اولا قورم باید قوی باشه و من نمیخوام این اینقدر بعد با پدرم صحبت کنم. پس تو اونو خودتو کنترل میکنی، خودتو خفه میکنی. احترام تو نذاشتی، تو بی ادبی تو خفه کردی که بی احترامی دیده نشه. میفهمی چی میگم؟ تو احترام نذاشتی، تو بی احترامی نکردی. به نظر من یکی نیستش. ولی احترام واقعی اینه که مثلا میگم من بابام هر وقت زنگ بزنه جواب تلفنشو میدم، چه سخت باشه چه خوب باشه، چون میگم پدرم منو لازم داشته باشه. این میشه احترام. میفهمی چی میگم؟ نمیدونم میتونم پوینتامو برسونم یا نه، چون به نظرم خیلی خط نازکیه که فرق اینه که احترامه یا داری فیلم بازی میکنی که یه نفر رو راضی نگه داری یا خفه کنی یا قور نشنوی.
اون بیشتر چیز داری میگی تو. من فکر منظورت اینجوری فهمیدم که این احترام، این که داری میگی احترامه، اونی که داری میگی رفتاری که نشون میدی نسبت به چیز اتفاقی که میفته. به نظر من احترام به هر کسی به خودش ربط داره. احترام نه به سن، نه به تحصیلات، نه به تو. وقتی که میبینی که وضعش خوبه، دکتره، بهش احترام میذاری چون میگی شانس این که این آدم حسابی باشه بیشتره. شانس این که یه آدمی که دزد و کثیف و بیشور و خنگه که بره و از مالیشو بتونه خوب کنه کمتره. کسی که خنگ و بیشور و دزد و گسگله که بره دکتر بشه کمتره. دیسیپلین باید داشته باشی که به این چیزا برسی. پس تو وقتی که میبینی تو میگی اوکی پس این دیسیپلین داشته، ببین آدمای دوبرش راضین، دخترش داره میخنده، پس احتمالاً این آدم خوبیه. بعد بهش احترام بیشتر میذاری یا شروع میکنی بهش احترام گذاشتن. یعنی این نیستش که تو پاچه خاری رو داری میکنی. ولی اگه همون دکتر یا دو تا حرف بد بزنه تو دیگه بهش احترام نمیذاری، چون میگه اوه این دکتر بیشوراست، از این آدم بیشوراست. صرف 3 ثانیه دیگه اصلا مهم نیست ماشینش چی بوده، خونش کجاست، چی دستشه، نمیدونم چی کار کرده، هیچ دیگه واسط مهم نیست، چقدر درس خونده. فقط میگه یارو بیشوره، صرف 2 تا حرف. چون میگه خودم دیدم یارو بیشوره، براش هم اهمیت قائل نیستم. احترامو هر کسی میاد به نظر من باید فولان بهش بدی. تا وقتی که احترام ازت یارو بگه من لیاقت این احترامو ندارم. من با همه آدما اینجوری رفتار میکنم. اقتصادی